همون جوان در گریه هست. حضرت گفتن الهی عبدک یبکی من مخافتک، خدایا گفت این بنده را من نگاه کردم ساعت هاست که گریه میکند، این بنده تو از تو میترسد، خدایا مغفرتش کن. لکن از جانب خدا چی آمد؟ موسی لو سال دماغه مع دموع عین و رفع یدیه حتی یسقطا لم اغفر له. موسی گفت اگر همین بنده ای که گریه دارد اگر چنان گریه کند که چشمش قاق شود، چنان گریه کند که از سیلابه آبش همین بینیش شسته ببرد، چنان گریه کند و چنان دستهاش بردارد که دستهاش از ساعتهای دراز قاق شود، لم اغفر له، او را من مغفرت نمیکنم. موسی در حیرت ماندن الهی این چگونه گناهگار باشد؟ خداوند گفت این گناهگاریش همین است که هو یحب الدنیا، این دنیا را دوست می‌دارد. این دست‌های برداشته‌اش، چشم‌های پری آبش، اینش که عبادت است، لیکن در دلش محبت دنیاست. لم